وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمة الله عليه في ذكر فقهاء الأمصار: وأما أبو حنيفة فهو أصل الرأي بالكوفة، وكان ذكيا فهما معتمدا في فقهه على علماء بلده، وكان أبصر الناس بالقياس. ابو عمر یوسف ابن عبدالبر رحمت الله علیه الاندلوسی، قرطبی، مالکی، حافظی مغرب سال 463 هجری از دنیا گذشتن، میگن که وقتی که درباره فقیهان شهرها گپ زدند، اما ابو حنیفه او اصلی رأی هست در شهر کوفه، یعنی اساسگذار علم رأی، علم عقل، استنباط از اهل کوفه هست. گفتن و کان ذکیا فهما، بسیار شخص ذکی بود، زیرک بود، صاحب فهم بود، اعتماد میکرد به فقه علمای شهرش، یعنی حماد بن ابی سلیمان و غیره. و کان ابصر الناس بالقیاس، عالمترین و بیناترین مردم به علم قیاس بود. یعنی یک آیت رو میگرفت، دیگر مسئله ها رو به این آیت قیاس کرده حکم میبرآورد. از او دیده در مسئله قیاس دیگر عالمتر نیست.